شما دیرتر زنگ میزنم. مایلش نسرین خانم. بایا این تر بودنش ممکنه؟ اویشه سرده مرا، سرده با من نرا، سرده مرا، سرده. اویشه گوش کن آخیر. چرا گوش کنم؟ تو آدمی نفرت انگیز و افلاس بودایی. تو چقدر آدمی پاس بودایی. با تو نفرت دارم، نفرت. گم شو از پیشم، تو رو بد میبینم، گم شو. تو تماما نادرست فهمیدی اویشه. چرا نادرست فهمیدم؟ چرا؟ نمیدونستم اویشه، به خدا نمیدونستم گپ ای تو است. نمیدونستی ها؟ فهمیدم پس از دست من گرفتی. زیر یک با من زیستی ها؟ زیر یک با من زیستی. اویشه گوش کن آخیر. چرا گوش کنم ها؟ چرا گوش کنم؟ تو را دوست داشتنم را گوش کن. اخوان همین را گوش کن. بیا نسرین بیا که تو هم فهمید. من به تو گفتم، به همه گفتم، ولی هیچ کس مرا گوش نکرد. انا اکنون بینید. در اینجا چی گپ است؟ عمیق کسی تو رو مسخره میکند. الان چسبونیدن تو رو انتظار بدند. ادا گوش کن، عصبی من رو ویران نکرده بیرو. در هیجانم. یکمین تاثیرات خیلی مهم است. اپر به حاجت خانه میروم. شد تو انتظار شو. ما کار رئیسی خودی رو حل میکنیم. مایلش. تو زود باش، من در اینجا انتظار میشوم. انا همین طور. با من نگاه روزلیم. بارون رو با آغوش گرفته از گفتنت چی معنی داره؟ تو میدانی چه ها گفته ایستاده ای؟ این زن نه فقط کندل را فریب میداد، بارون رو هم با آغوش گرفته است. انا همین را میگویم. بگو گپم دروغ است. بگو گپ زن آخیر. روزلیم با من نگر، تو با گپای ترتح میره بیونه. چشمانتان را کشوید اکنون. از آمدن این زن بلند داد میزدم. مرا گوش نمیکردید. پسر تولد میکند گفته کور شدید، کار شدید. این باشد با چشمان شما نگاه کرده به شما دروغ میگفت. من گفتم ولی گناهکار شدم. پرسید، رد میکند. پرسید. سیبیل این راست است. مادر جان جنابی کندل را گناهگار نکنی. باز گناهگار نکنی. آغوشت را به همه کشو. بارون و کندل را گناهگار بکن. سبک پایی تو به همه معلوم شد. تو چی طرف زنی به اخلاق و به تربیه بوده یا؟ خودت که نشدی؟ انا باید خواهرت را فرستادی همین طور. بین نسرین بین. از یک طرف خودش، از طرف دیگر خواهرش. مسلم نسرین خب کنید. مادر جان خوب هستید؟ امیدوارم بسیار انتظار نشدید معلمم. یعنی چی طور؟ چی؟ تو طلبه من هستی؟ بله، اگر راضی باشید. نشستن ممکن؟ یا اینکه برای دیر کردنم با یک پای باید ایستم؟ مایلش استاد؟ انا؟ این طور رفتار نکن. گذرشین. تشکر استاد. روزگار زود باش. دستانم رو میشویم.
شد کمی شتابی کن. چطور؟ تو چطور این رو فهمیدی؟ من کمی فعل جاسوسی دارم. آوازت رو هم شناخته نتوانستم. مایلش این رو گذاشتیم. چند لیره می شود؟ کی آغاز میکنیم؟ مبلغ درس رو از روی ساعت حساب میکنیم. این آسان یگان کار کرده حل میکنیم. تو در حقیقت درس گرفتن میخواهی؟ البته اینقدر معلمای زیبا با عقل یافتم، این فرصت رو از دست میدیم. دادر و خواهرم هم در همین جا با یکمین طلبه هم شناس شدن خواستند. کمی پس می آیند. مایلش با دادرت شناس شده بودیم. راستش را گویم اونقدر روزی خوب نبود، ولی من در حیاتم تو این درجه نترسیده بودم. روزگار از روی بی‌پروایی من گم شده بود. از روی بی‌پروایی تو نه. بیا حاضر این رو فکر نکنیم. ما نقشه ما رو دیده برایم. در آخر برآمدی؟ انا گیر. دفتر. نباشد اول نقشه ترتیب میدیم و بعد؟ میبخشه. الو؟ میبخشی یک دوستم در مسئله کار. خواهی طلبه در کجاست؟ کمی پس می آید. به او زنگ زدند. خواهی یعنی در حقیقت طلبه دار شدی ها؟ بله. و بعد تصور بکن که کی؟ اوف مایا، من از کجا میدونم کی بوده است؟ من یک سیاه داشتم کو. بیامون. بله. خواهی از کجا فهمیده است؟ نمیدونم، شاید در وقت اعلان رو چسباندنم دیده است. یعنی درس انگلیسی بهونه. با فکرم چیزی هست ها؟ سیبیل اوزلم چی میگوید؟ من گپم رو گفتم مادر جون. اوزلم دمت را گیر. راست است سیبیل. مرا گوش کن. موضوع سیبل تماما پوشیده شود. این آخرین آگاهی من. گوش کن کندا، مرا مثل آدم های خودت فکر نکن. که خواهم چیزی که خواهم میگویم. دیگر به من تهدید نکن. خب نمیکنم مادر جان، خب نمیکنم. چرا من خب کنم؟ باز چی شد؟ چی شد مادر جان؟ بگوید جناب کندل، بگوید. یک بریدن نان و یک حجره را داده باران را شما مجبوری به آغوش من نپرتافتید. بگوید. کندال کندال یگان چیز گوی. کندال این زن راست میگوید. تو باران را به نزد سیبل بردی. مادر جان بودن نبودن چی فرق دارد؟ این زن کی بودنش انیق شد. کندال وای راست میگوید. سکوت علامت ریزاست. یعنی کردی. کردم مادر.
کردم میگویم با چشمم نگاه کردم میگویی گویا که اینجا فخر باشد. بی ادب، بی ناموس، بی شرم، تو را کسی حرمت کرده باشد به او لعنت. کاش تو را تولد کردن سنگ تولد میکردم. تو کی این طور شدی؟ تو دیگر شدی و من نفهمیدم. چشمانم کجا نگاه میکرد که ندیده ماندم. گوشم چرا گوش میکرد که نشنیده ماند. مادری قاتل به پسری خود نوابسته از رفتار و کردارش عشق و مهربانی دارد. وجدانش او را همه وقت بیگناه میکند. میگوید که مجبور بود، میگوید که دیگر راه نداشت، میگوید عیب نفس. من تو را چی طور بیگناه برارم کندال؟ همه تو را آدمی پست داند. من تو را چی طور دوست دارم؟ تو پسری مرا از دستم گرفتی کندال. تو پسری مرا کشتی. تو عشقی که نسبت پسرم داشتم کشتی. تو چی طور قاتل هستی کندال؟ میون بندت رو برار. مادر چیکار میکنید؟ مثل کودک مرا میزنید. کمر بندت رو برار کندال. زن، تو چی طور مادر هستی گفته زن؟ تو را گردی را آموزاندی ولی در کجا ایستادن لازم بودنش را نه. من از همه شما بخشش میپرسم. فرزندی با آداب تربیه کرده نتوانستم. خطای من زن کندال زن زد که به تو نه به من درس شود. زن که خطاگیم را فهمم. زن کندال.
اویشه من دست نرسوندم، هیچ کار نکردم. مرا امکم مجبور کردند که با اونجا روم. هیچ چیز گفته نتونستم، مجبور بودم. برای اپم و برای من، برای همین نگاه کردن نمیتوانستی ها؟ در زورقم همین رو گفتن میخواستی ها؟ بله. بارون اکنون چیزی که میخواهی بگو. یگان کاری شما این شرمندگی رو پوشانده نمیتواند. امک شما چیکار کردید؟ چیکار کردید؟ من مگر شیر بچه شما نبودم؟ من مگر جیان پسرتون نبودم؟ به حالی من نگاه کنید، به حالم. چرا این طور کردید؟ چرا؟ یگان چیز گویید. اویشه ایستو. دیگر با من روبرو نشو بارون. در خاطر تو نگاهی نفرت انگیزی من ماند. فهمیدی؟ از این پس اپم تو هم برای من نیستید. مادر جون با من تکیه کنیم. من شما رو به مهمون خونه برم. مادر جون کمی دم گیره. با شما چیزی می شود گفته می ترسم. چرا از اینجا گم شدن نمی روی؟ چی رو انتظاری؟ اگر تو کمی شرف داشته باشی و خودت را حرمت کنی، تاریک نشده از اینجا بر آمده می روی. نسرین آرام شو. تو کاردار نشو، چون که این زن باید جزایش را بیند. نسرین ندانسته و نفهمیده گپ میزنی. کمی صبر کن. ینگه ابرو چی را باید دانیم؟ هم گناهگار هم زبان درازی دارد. از اینجا گم شده رود، ما رو هم بدنام میکند. همه به حجره های خود. سیبل تو بالا بیا. شما نبودم. من مگر جیان پسرتون نبودم. به حالی من نگاه کنید، به حالم. تردام را خالی کن.
من از کجا میدانستم؟ از کجا میدانستم؟ من تو را دوست داشتم باران، پسرم دانستم. برای تو را به پدرت ندادن قاتل شدم. قاتل دادری خود، قاتل دادری خود، قاتل دادری خود. خیر طلبات کجا شد؟ الو ببینم که از یکم درس علاقه گرفتی. عذر زیاد معلمه، یک کاری مهم برآمد، باید روم. فهمیدم، هیچ گپ نه. مایلش به نزدیکی به تو زنگ میزنم. مایلش تو بازدید. تو بازدید. چی شده است؟ یک کاری مهم برآمد گفت. بهتر زنگ میزده است. مایلش نباشد دیگر دفعه شناس میشویم. به خانه میرویم. رفتیم روزگار. جناب پروکورور، به شما خبر داده بودیم که جسد مراد چندوردی را که در فیرت غرق شده بود نیافتیم. در خاطر دارید؟ بله در خاطر دارم. در این کار یک دلیل نو پیدا شد جناب. چه؟ همیان مراد چندوردی در یک قمیصدار بی‌صاحب یافته شد. شاید آن را آب برآورده باشد گفته تخمین دارید. یعنی جسد را یگان کسی دیگر یافت؟ نه جناب، جسد را یگان کسی دیگر یافته همیان را گرفتنش هیچ ممکن نیست. چرا؟ در درون همیان پول است. اگر یگان کس جسد را یافته همیان را میگرفت در درون همیان پول نمیشد. جستجو را با امر شما خاتمه بخشیده بودیم. اکنون چه امر میگید؟ پیش از به شما تعلیمات دادن حجت را از نزدیده میبرایم. به شما زنگ میزنم. مایلش جناب پروکورور، برای کار. پر کنید. الو سردار، گپت مهم نباشد وقتم را نگیر. کاری مهم برآمد، با آدنا میروم. شاید شب نآیم. سردار، در آنجا چه کاری مهم داری؟ یگان کاری غیر قانونی نه یکا. از جهت یک کار پرسپوس کرده بودم. برای همان میروم. مایلش من رفتم. شتاب دارم. تو بازدید. چی شد؟ چی طور شد؟ من به تو نگفته بودم که یگان کاری به اخلاقی بیچارگی را روی پشت کرده نمیتوانید. این مجبور کرد، وای مجبور کرد. اکنون بگو من چیکار کنم؟ بگو من چیکار کنم؟ بیدان که روی خاطری کودک تو را پیش نکردم. ها، روی خاطری نبیرنه. چون که می ترسم آهی آن بیگناه مرا نگیرد. آهی کودک را گرفتم نمیخواهم. گناه گرفتم نمیخواهم. دیگر قوت ندارم. اکنون با من بگو برای خواهرت چطور نگاه میکنی؟ مادر جان ناچار بودم گویم. کاش میمردی میگوید. من از مردن نمیترسم مادر. من میترسم که عایشه تنها میماند. بد اخلاقی باشد بد اخلاقی، بی تربیگی باشد بی تربیگی، بی ناموسی باشد بی ناموسی. من به همش تو میورم. ولی مادر، بارون به من تماما نزدیک نشد. جناب کندل او را آورد. قسم میخورم.
گفتم چی طور توانست که این کار رو کند؟ بارون چی؟ بارون چرا این رو با من نگفت؟ من نمیفهمم. اینقدر چیزی مهم است اما من از هیچ چیز خبر ندارم. انا دیدی؟ بابای چی کار دارم میگفتی؟ انا دیدی اکنون؟ فهمیدی به فکرم از پس بارون هستن. خودش که نشد خواهرش رو چسبوند. تو تا حال بابای کار ندارم بگو. من در اینجا نوشته میمونم. اگر این زن نرود آیشه رو با کرنه و سرونه گرفته میبیاری. جناب کندال از دین باز راضی است. اکنون امک و جیان با جوله چی میشود نمیدونیم. ما تنها نگاه کرده میشینیم. نه حسلم این طور نمیشود. نمیشود گفتم. آن زن باید خواهرش رو گرفته از این خانه برآمده رود. همه عادت کردند که نسرین دائم خاموش است ولی تو این درجه نه. به همین هم خالم دیگر او را در اینجا زندگی کردن نمیماند. این انیق نیست. میدونی که چیکار میکردگی مادرم انیق نیست. یعنی انیق دونسته نمیشود. این طور باشد من چیکار کردنم رو میدانم. نسرین جان به خود بیو. خوش آمدید. تو حاضر بالا برو، دستت رو بشو، لباست رو عوض بکن. من کمی پس میایم مایلش. مادر جان چی شد؟ انیق چیزی شده است. این رو با شما چی طرف گفتنم رو نمیدونم ولی کندال حرکت کرده است که بارون رو با آغوش سیبیل پرتاید. یعنی چی طور؟ خیر چرا این طور کردن خواسته است؟ یعنی بارون و سیبیل یک جایی شوند گفته. چی؟ واه به همین هم همه عصبی آرام باشید. هیچ چیز روی نداده است. بین آنها چیزی نبوده است. ولی دیگران فهمیده خانه را چپراسته کردند. کندال رو بینیده؟ این چی پس دیگری؟ باوری هم نمی آید. با فکرم حاضر احوال آیشه بد است. او در کجاست مادر جان؟ نمیدونم. من از پسی او میشوم. ولی شما به حجره‌تان روید. بیهوده بیرون نبروید مایلش. آدمی در باره ناموس گپ میزدگی رو بینید؟ توبه. رفته مایا. خیر اکنون چی میشه؟ آیشه گپ زن، داد زن، فریاد زن، به خونه میروم بگو، نمیروم بگو، به تو نفرت دارم بگو، لیکن گپ زن. تو خاموش استی من تمام میشم آیشه. تو بیروی من اینجا مانده نمیتونم. آیشه یگون چیز گو گپ زن. با تو چی هم گویم؟ شد تمام. تو با من توفه داده جدا شدن میخواستی. من سوختم ولی بعد فهمیدم که سببش امک تو و اپای من است. دلم سوزد هم با تو فخر کردم. برای تو را دوست داشتنم با خودم فخر کردم. چیزی که شود گفتم. بارون و من بیگناهیم ولی این طور نبوده است. فقط من بیگناه بودم. فقط
چقدر من فریب خودم. لبای جنابی پرکرور. دو روز پیدا شدن جسد مراد شموردی این دلیل بسیار مهم است. فهمیدم جناب. نباشد کافتوکاو را باز از سری نو آغاز میکنیم. بله از نو آغاز کنید. اگر اجازه دهید برای اهل عائله‌اش را تشویش ندادن پنهانی تفتیشات میبریم. شرط نیست که اهل عائله‌اش بداند ولی اقلا به یک کسشان در این باره خبر دهید. فهمیدم جناب. بله باید دانند. من به کی خبر دادنم را میدانم. برای کار. تشکر. میبخشید رفیق سردار، باید خاطررسان کنم که نوبت‌داریتان به آخر رسید. معلش. برای با تو گپ زدن خواهش ندارم آغوز. باز چی شد آغوز سردار؟ جناب کندل باید بخوریم. یگان وقت دیگر با میخوریم. حاضر حالی با یگان کس با خوردن ندارم. این بسیار مهم است. چه کاری مهم بوده است؟ چه روی داد سردار؟ در مسئله جناب مراد گفتنی هم که شاید آن کس زنده باشد. کاش که در آن زورق مرده می رفتم. اگر در دلی تو مرده باشم برایم مرگ بهتر است. آیشه نمی روم بگو. قسم می خورم من هیچ کار نکردم. حتی دست نرساندم. چه طوری که به اون خونه در آمدم همونطور بر آمدم. چه طوری که نباشد تو در آمدی. یک بار هم باشد در آمدی. چیزی که نباشد به اون حجره در آمدی باران. اکنون پروای هیچ چیز را ندارم. پروای تو و اپم را هم ندارم. هر دوی شما رو دیدن نمیخواهم. در حیات من نیستید. به حجرات برو. مادر جان چه خیلی به حجرهش. ما چقدر باز اینها رو در اینجا نگاه می‌داریم. مادر جان شما چه ها میگویید؟ به آدمان چی میگوییم؟ هیچ چیز نمیگوییم. سیبیل به حجرات برو. مادر جان این طور نمی شود. هیچ ممکن نیست. اگر فهمن ما چیکار میکنیم؟ مایلش جناب کندل به آغوشش انداخته است، ولی این زن از راه درست برآمده است. من هم بیگناه است نمیگویم. مادامی که این طور باشد پس چرا هیچ چیز نشدگی بریم او را به حجرهش فرستادید؟ چی گویم ها؟ چی گویم؟ نصری، عزلی، هیچ چیز نگویید. مگر درد بیچاره مادرم را نمیبینید؟ اپای امینه جای در کشیدن غم خوردن نیست. او را گرفته از در بیرون کرده هم از پای کاری خود میگوییم. ها بسیار آسان عزلی. بله مادر آسان. دل شما نشود اجازه دهید من رانم. به نام خدا در 5 دقیقه از در بیرون میکنم. میدونم میرانی. به خدا عقلم رو میخورم. دکتر هم فایده نمیکند.
چرا گفتی دپا؟ چرا این طور کردی؟ اکنون گویا بهتر شد. من بر روی آیشه چطور نگاه میکنم؟ چطور در اینجا میستم؟ حیاتی من تمام شد. چطور فهمیدم نمیدونم. من فقط با بارون گفتم. شنیدم دپا. من اکنون چی کار میکنم؟ چی کار میکنم؟ یگان کس را در نزد سیبل نبینم. مادر برای آنها رو از در بیرون کردن آنها باید باز چی بیادبی کنند؟ باز چقدر دیگر طاقت میکنیم؟ کودکی در بطنش بوده را چیکار میکنیم؟ او را هم پیش میکنیم. من دیگر چیکار کردنم را نمیدونم. آن چیزی که امروز شنیدم دیگر هیچ کس نفهمد. بغیر از من این موضوع را هیچ کس نمیکشاید. فهمیده؟ من دیگر با آنها اجازت نمیدهم که با بارون زیر یک بام زندگی کنم. چیکار کنیم؟ کودک را غلطانیم یا اینکه گیریم بر وقت، یا اینکه دیر کودک را کشیم، یا اینکه مانیم تولد کنم بعد به یگان کس دیم. مصلحت بده کدامش را کنیم؟ سیبل التماس آرام شو. گوش کن، نه فقط تو عذاب میکشی، کودکت رو هم باید فکر بکنی. اپا من چطور آرام شوم؟ چطور در اینجا ایستم؟ برای آیشه چطور نگاه کنم؟ از دست من چیزی که باید میکنم. با قدری خانم هم صحبت میکنم. صحبت کنید هم چی میشود؟ مایلش گفتم که میبخشن. آیشه چی میشود؟ او چی میگوید؟ با حامله دار بودنی من عادت نکرده بود. باز این گپ پیداشت. کاش میمردم اپا. سیبل این طور نگو. اپا آیشه در کجا؟ نمیدونم. بزلم از موی سرم گرفتم، پس خودم رو گم کردم. بعد همه این در کجا باشد؟ باران او رو تنها نمیماند. پروا نکن. قربانتون شوم، زنگ زنید. باران در کجایید؟ آیشه با توست؟ باران با من است. بله بسیار دور. مسئولیتتان خطا بود میدانیدم. بینید اکنون چی شد. در کجایید؟ در سری زمین هستیم. شد من حاضر میآیم. آیشه رو تنها نگذار میلش. البته. بیا. مرحمت سردار، قاسم در بیرون ایستا. بشین. شاید مراد زنده باشد گفتی. این چی معنی دارد؟ بخیر است؟ این از جناب مراد. سیبل تو انتظار باش. من آیشه رو گرفته میآیم. پریشان نشو. اپا یکی نآید، یکی دیگر من رو دیدن نخواهد. همش خوب میشود. تو مرا انتظار شو. بیرون نبرو. با هیچ کس هم گپ نزن. دخترها با تو یگان چیزی خوردنی میآورند. اپا من هیچ چیز نمیخواهم. آیشه رو برگردانید بس. مایه الو فرات، من از تو یک خواهش داشتم. لابای مادر جان. مایه دخترم، تو با اپای سیبلت باش. من با یک جا رفته میآیم. مایلش. گوشنه هستی دفعه سیبل؟ یگان چیز تیار کنم؟ نه تشکر.
او در کجاست؟ با او کاردور نشو نسرین. اقلم تو کاردور نشو. تو تا حال آن زن رو دستگیری میکنی؟ گوش کن نسرین. با نزدیکی یک زن بیگناه رو عیب دور کردن در خاطر داری؟ من در خاطر دارم. قاتل حساب کردن. پس آن زن خانه‌اش رو پسرش رو ترک کرده رفت. من فقط با او گپ زده میتوانم. او هم سیبیل رو همه رو فهمیده میتواند. آمینه رفته دری خانه را قلف بکن. این خانه اکنون برای کندل قلف است. در یک جایی بی آدم پیدا شدن همیان چندین احتمال دارد. شاید از فکرش گشته شنا کرده به ساحل برآمد یا اینکه بیهوش بود، نمیدانم. انشالله همین طور است. انشالله. از کجا یافتن گفتی؟ از نزدیکی آن جایی که آیشه و باران رو یافته. بسیار بد است. چرا؟ خرسند شدم، امیدوار شدم، ولی چی گفتم میخواهی جناب کنده؟ گفتنی هستم که آب فرد بلند می شود. آبی آبانبار را کشادن پس آب بلند می شود. یعنی شاید آب به خشکی برآورده است، ولی انشالله تو حق هستی. انشالله دادرم زنده است. اما حاضر اهل عائله من نفهمند. اگر این راست نبراید آنها را دوباره عذاب ندهیم. میگویم راست میگویید. من هم همین طور فکر کردم. برای همین با شما صحبت کردن خواستم. خوب کردی. با پروکرور هم همین طور قرار دادیم. برای دوام دادن جستجو اجازت گرفتیم. شاید یگان نویگری شود. انشالله سردار، انشالله. با اجازت شما. برای کار سردار. یگان نویگری شود به من زنگ زن. حتما خبر میدی. کنده خیلی این طور رفتار میکنی ها؟ در اصل دلم با باران و آیشه میسوزد. با آنها مشکل. من در این سن و سالم تاب نمیورم. آنها چی کار کنند؟ با دست یک جوان سلاح بده، بعد به آغوش سیبیل انداز. چطور تو آدم هستی؟ چطور آدم؟ فرد انا آنها. من با آیشه میستم. تو باران رو گرفته بر. میلش.
نمیشود. باران بیا ما رویم. تقو به کجا میرویم؟ چرا میرویم؟ پسرم آنها بهتر از تنها مانند. زبان یکدیگر را میفهمند. بیا ما رویم. به همین هم من از دنیای او کیها رفتم. همش را میدانم. ابرو نقل کرد. همچنان نقل کرد که چطور امکم حیاتم را برباد دادم. کاش نه ابرو را گوش میکردم و نه امکم را. کاش نمیرفتم. میلش رفتم ولی باید سیر را فاش نمیکردم. نمیگفتم. کارش دیگه شد. ولی تو کاری نادرست نکرده ای. بعدش طوری که ابرو گفت دیر یا زود عایشه تو را میفهمد. اگر یگان کس گناهکار باشد هم این کندل است. از اپت سخت رنجیده ای میدونم. تو حق هستی. در اصل هم به این باید راه نمیداد. ولی تو یگان خطا نکرده ای اویشه. اپا و خواهر بودن اون است که وقتی که هیچ کس دستگیری نمی کند باید هم دیگر رو دستگیری کنند. خطا هم کرده باشد باید دستگیری کنی. بر اومده می روی. بر رویش هم نگاه نمی کنی. به همین هم هیچ کس نگاه نمی کند. تو از دیگران چی فرق می کنی؟ بارون تماما گناه ندارد. من با او گفتم که باید به تو نقل کند. عایشه مرا ترک میکند گفت. تو رو در حقیقت دوست میداری گفتم. بله گفت. بارون چقدر تو رو دوست میدارد من فهمیدم. میدونم دلت میسوزد. ولی نه بارون رو گناهکار کردن نه او رو فراموش کردن حل مسئله نیست. با خیر است جناب. کجا می رویم؟ تو نمی روی. درم اینجا ایستا. اطاعت جناب. بی‌ضابطه شده جناب کندل. حالا می‌بینیم وقتی حساب و کتاب نزدیک است. اکنون چی طرف نقص شد؟ در قلب شد، جناب در بیرون، این زن در درون. با فکر تو در اینجا یگان کاری خطا نیست؟ پسرم تو چی کار کردی؟ چی کار کردی؟ نسرین خواهرم پسرت رو آرام گذار. حالا هم در بالا؟ در بالا کیفیرت چی شد؟ چی شد؟ آقا سردار به فابریک آمد. خیلی چرا آمد؟ چیزی یافته است، همان را آورد. جناب مراد شاید زنده باشد گفت. چی؟ تو چه هم میگویی؟ با جناب کندال صحبت کردم. جناب کندال از خانگی ها هیچ کس نفهمد گفت.
تو دان و خاموش باش. باز من زنگ میزنم. نایدش. کندال چندین آدم رو بدبخت کرد. چرا این طور رفتار میکند؟ تا کی به این طاقت کنیم؟ خب کن پسرم خب. چیزی که نمیدونم از من نپرس. من نمیدونم چیکار کنم. یگانه چیزی میدونستگی من آن است که او دیگر به این خانه قدم نمیماند. علی گوش کن. بفرمایید جناب. زورقت رو به 1 ساعت میگیرم. بخیر است جناب. برای چی؟ ماهیگیری میروم. خدایا برو. پسرم گوش کن. با اون زن یگون چیز بود؟ یعنی پسرم یگون چیز بگوی آخر. مادر فشار نهارید؟ مادر فشار نهارید؟ تو یگون گپی دیگر رو نمیدونی مگر؟ سلامت باشید مادر جان. تنها به همین احتیاج داشتم. تنها. پسرم من تو رو تنها نمیکنم. تنها دانستن میخواهم یگون چیز بود یا اینکه نه. نه مادر جان، هیچ چیز نبود. با من داد نزن. نباشد شما هم فشار نهارید؟ پسرم گوش کن. مادامی که هیچ چیز نشده باشد پس چرا رفته به آیشه گفتی؟ چرا همش رو نقل کردی؟ تو چرا آمده به من نگفتی؟ ابرو گفت که باید به آیشه فهمانی. یعنی ابرو رفته فهمون گفت تو باشی گفتی. ابرو رو استاد مصلحت دونستی همین طور؟ مادر جان باز همون طور رفتار میکنید. چی کار میکنم؟ دل و جانی من میسوزد. نمیدونم که چیکار کنم. شما باشید ابرو رو استادی مصلحت دونستی میگویید. باز همون طور رفتار میکنید. شما پروای دردی مرا ندارید. چیزی که نباشد فقط ابرو. مادر جان همه این به دلم زد. خبردار باشید. حالا همین طور. این خیلی باشد من دیگر تو رو آزار ندیم. مادر جان این کار چی می شود؟ چطور رو برو می شود؟ از همه زیاد با برون با اویش دلم سو. یکون راه باید باشد. من نه سین و سالم نه تجربه هم یاری نمی دهند آمینه. راهی درست را نیافتم. نه اوزله نه نسرین او را آرام نمی گذارند. می ترسم که یگان واقعه روی می دهد مادر جان. من مگر نمی ترسم آمینه. مثل سگ امر از ترس می لرزم. نمیدونم. نمیایی. با یگانجا پنهان شده. با این کندال چی کار کنم؟ گفته نقشه کشیده ایستاده ای. نقشه نکش مراد. آمده مرا بکش که برابر شویم. از هر روز مردن یک بار مردن بهتر است. یک بار مردن بهتر. برآمده بیا برآمده بیا.
با شما نفرت ندارم اپا. کاش که نفرت میکردم. از شما حذر میکنم. التماس نفرت نکن آیشه. مایلش کودک جنابی کندل رو قبول کردم. ولی بارون چی؟ این هم گناه جنابی کندل؟ من با اون نفرت ندارم، ولی از شما حذر میکنم. نگاه کنید، بینید، من خواهر این زن هستم. بسیار افسوس که آدم اپای خود را انتخاب کردن نمیتواند. برای خواهر این زن بودنم از همه شما بخشش میپرسم. باران بیا گفتی آمدم. چقدر بیرو هستم. خیلی خیلی نباشد، خواهر شما هستم. من هم مثل شما بی شرم هستم. چرا غضبین شده؟ با راه شما رفته ایستادم. مایا با آیشه آب میاری؟ مایلش شد آروم شو. آیشه بخیر است جناب کندل، در اینجا چیکار میکنید؟ بعد از سخنهای تو دلم کم چخیل شد. از دادرم یگون چیز میابم گفته آمدم. تو چی؟ با امری وظیفه. لباس حربی نداری؟ بعدی به خانه رفتن یک دو فکر پیدا شد. من هم یک آماده بینم گفتم. نتیجه چیست؟ نتیجه آن است که گفتگو را دوام میدیم. امیدوارم یگان نتیجه می شود.
آمینا ملک کار شده مرده آمینا ملک چی شد مادر؟ چی شد؟ نمیدونی چی شد؟ مایلش مادر سهر گپ میزنیم. دری این خانه برای تو پوشیده است کندال. مادر نیمی شب دیوانگی نکنید، این چه معنا دارد؟ بیرو کندال. مادر شما میدونید چیا میگویید؟ به نام خدا چی شد؟ بیرو کندال. مادر جان بس کنید، در پوشیده است به خانه نیا چه معنا دارد؟ سهر گپ میزنیم، به همینم عصبیم. تو با کدام رو به اینجا میآیی؟ تو با کدام رو به اینجا میآیی؟ تو جیانی خود را که پسری خود میشماریدی به آغوش سیبیل انداختنی شدی، بعد پسر دار میشوم گفته از دست سیبیل گرفته به خانه آوردی. مادر مرا مادر نگو، من مادری مثل تو فرزند بودم نمیخواهم. مادر جان کاری شدگی شد، گذشته از آن باران دست هم نرسانده است. آمد و گذشت و رفت. از شرم تو هیچ چیز نمانده است گندال. من به تو چی گویم؟ هیچ چیز نگوید مادر، هیچ چیز نگوید. زن شهری همه این با کثافتی تو روی داد حالا ایستا. گناه هایت را به سر ابرو نپرتا. اکنون به کجای که خواهی بیرو. مادر کندال دیگر نبیا، بیرو. نعمتت شکر. بدبختی را قبول. به بلا صبر کردن لازم. گناه ما را و از بینی ما را کدام آب می بردارد. برای همین می غوطیده باشیم، برای همین دلمان می سوزد. شسته تازه کردن بسنده است. شسته نجات می یافته باشیم. اگر در تگ آب ایستم، گناه ها را شسته گذشته می رفته باشد.
خنده‌اش همه ما رو تازه کرده میتوانسته باشد. از درون آن گناه‌های ما که ما را میخورند جهنم نیست؟ از وجدانی بالشتی براحت هست، از براحت جای خوابی براحت هست، از ادب لباس خوب هست. در جهنمی گناه‌هایم هستم، نزدیکانم میسوزم. مرا ببخشید. ششته تازه کردم، تازه شد. آفرین. آغوش کرده خوب میروم. عزلم، گناهکار کرده گناه را به گردن خود نگیر. ها مادر جان، دیگر را گناه کنند عزلم خب کن، بس کن. حالا استید کی میدوند چی میشود؟ میبینید که همش دیگر شد. میبینید که یک کس آمد و همش دیگرگون شد. تو چه میگوی عزلم؟ گپ را بسیار نکرده، چیزی که باشد روی راست گپ زن. نه مادر جان، هیچ چیز نمیگویم. گپی مرا گوش نمیکنید. عزلم، برای همه مشکل است. تو باز بدتر نکن. تو رفته کمی استراحت کن. برای تو چی طرف مشکل بودنش رو میدونم، ولی برای اپات چی؟ به نزد اپات نمی روی. به تو احتیاج دارد. مایا اویشه رو تنها نگذار. مایلش مادر جان، پریشان نشوید. ادب با من بیار. ادب اویشه رو یک دقیقه هم تنها نگذارید. خب بودنی او مرا پریشان میکند. زیر نظارت گیر. مایلش مادر جان، شما خواطر نشوید. چی نسرین؟ با من خوش و قبوق میکنی؟ این واقعه ها رو بین؟ اگر یگون چیز گفتنی باشه بگو عزلم. میدونم که تو نگویی نمیروی. تو با چیزی گفتم میخواستم ششته پرت افتید. سبک پای 40 ساله با 2 قطره آب فرشته شد. جناب مراد، چی شده است با جناب مراد؟ اگر جناب مراد میشدند به این اجازت نمیدادند. جناب مراد دیگر نیست عزلم. با فکر من زنده اند. کودک ها هم حقند. مایلش خوابی خوش، من رفتم. چی شد؟ چی نیمی شب زن میزنی؟ با من کلید سیف کندال لازم. کلید سیف رو چکور میکنی؟
میبینم که کندال در سیف چی پنهان کرده است. چرا؟ نمیتوانم. چه خیلی نمیتوانی؟ شرطمان را فراموش کردی؟ شد. دیوانه نشو. جناب کندال در خانه نیستند. برای همین نمیتوانم. مادرم اون کس رو از خانه راندند. با کجا رفت؟ از کجا میدونم با کجا رفتند؟ رفت فابریکا رو بین. چه شد؟ چرا راندند؟ جناب کندال با آغوش سیبیل بارون رو انداختنی شده است. بس پسر تولد میکند گفته به خونه آوردن. مادرم فهمیدن پس راندن. درست کردن. رفتار درست. یعنی خونه چپا و راسته شد. آلا ایستو. این حالا همه نیست. الو. الو. خط شد. یا اینکه خیلی نگفته کشت. دیوانه. چی شد؟ باز چی میخواهی؟ راست است. چی راست است؟ راست است که کندال باران را به آغوش تو انداختنی شد. راست است، دروغ است. با تو چی؟ با تو چی؟ با من چی میبینی؟ کامان میبینی؟ قاسم اگر از دست یگان کارویت بکن، نباشد خاموش باش. با توی راست کجا میدونی؟ من در هر جا چشم، در هر جا گوش دارم. کندال پلید. سیبیل را مال خودت کردی همینطور. با جیانت هم هدیه کردی. رجب با تو سلام رسون جناب کندال. دادرت هم سلام رسون. تو را پزمون شدم. البته اگر دادرت مرده باشد. چه شد؟ خوش آمدی جناب. تا این وقت تو در کجا بودی؟ چرا به زنگ‌های من جواب نمیدی؟ اکا گفتم که در ادنه کار داشتم. چه شد؟ مرا دیوانه کردنی هستید. در اینجا نمیشم چیکار دارید؟ جناب خوابم که نبرد یک آمده فابریکا رو تفتیش کنم گفتم. در اتاق شما رو کشوده دیده فکر کردم که دوست در آمده است. تو چرا آمدی؟ از شما خواطر شدم. نیم شب به اینجا آمده. من باشم او را دوست گمان کردم. برای همین یک تا زدم.
وگرنه تو رو میزدم ها قاسم جان. توبه، از زنهای در خانه‌ام بودم بدترید. یگان آرامی نیست. به تو آرامی نیست کندال. سخت در میکند قاسم. با تمام قوام زدم. گمان کردم که دوست دستی، برای همین. جناب جناب رفتند. شکلات هم نیست. قاسم الا جاوید، به من یک حجره آماده کنید. حاضر می آیم، مهمان ندارم، تنهایم. بهترش تنها باشم. میلش. مایشه چی طور؟ بسیار بد مادر جان. تماما گپ نمیزند. چیزی که نگویم، چیزی که نکنیم فایده ندارد. گویا که نمیشنود. ادا اویشه رو تنها نگذارید. به ما احتیاج دارد. مادر جان چرا این گپ رو تکرار به تکرار میگوید؟ چون که میترسم که یگان دیوانگی نکند. برای همین. شما خواطر نشوید. قدریه خانم، دخترم با تو کمی صحبت میکردیم. من یک آیشه رو خبر گیرم. مرحمت. مرا فریاد میکردید خودم میرفتم. دختران برای مصلحت پرسیدن فریاد نمی کنند، می آیند. این طور نگویید. همین طور دخترم. من از تو مصلحت پرسیدن اومدم. نمیدونم چیکار کنم. آیشه و سیبیل رو نه رونده میتوانم نه مونده میتوانم. چیکار کردنم رو نمیدونم. به من مصلحت بدی. بارون هم یک مشکلی دیگر. این تقدیری مرا بین. بارون یگان گناه ندارد. او یگان خطاگی نکرده است. امکش مجبور کرده بوده است. ولی خدا را شکر بارون بچه با عقل است. همین قدر وقت هیچ چیز نگفته خب کرده گشته بود. مراد هم همین طور بود. بله میدونم. با پدرش مانند است. اگر از من پرسید بارون و اویشه یگان مدت یک دیگر رو نبینند خوب است. درست، ولی چطور دخترم در یک خانه؟ در وی خانه رسیم بود، قاسم بود میایستد. شاید او هم به امیدی کنده او را هم بیجا مانده نمیتوانیم. او به من معقول نیست، ولی او هم بیچاره است. گفته هیچ چیز نمیگوید. آن خانه ما رو که در سر زمین است کمی به ترتیب دراریم. کمتر در اونجا ایستند. ها می شود. برای سیبیل هم خوب می شود. خدا از تو راضی باشه. من دیگر طاقت ندارم. این طور نگویید قدری خانم. شما مثل درختی چنار هستید. حتی شمال سخت شما رو نمی شکند. درخت از درون خشک می شود، از بیرون به قوت می نماید، ولی یک روز بیدار می شوی که چپه شده است. خدا نشانه دهد. آیشه چطور؟ نغز می شود. شما رو فکر نکنید. دخترها از پس او هستند. اکا تا حال خواب نرفتید؟ نه. تو چرا خستی؟ خوابم نبرد. چی شد اکا؟ نمیگوید؟ چرا نقل کنم؟ خودم را بسیار هم بد حس میکنم.
چرا؟ برای فکرهایم و فکر خودم باورم نمی آید. من کی اینقدر اکا با شما چی شد؟ این چی احوال؟ شوهر نسرین مراد در کول فیرت غرق شده بود. خودکشی کرد ولی ما جسدش را نیافته بودیم. خیر؟ اکنون تخمین داریم که زنده بوده میتواند. اگر زنده باشد و گشت آید من چیکار میکنم گفته فکر دارم. من همین فکرها مرا عذاب میدهد. خواب رفته باشی خوابی خوش، خواب میرفته هم باشی خوابی خوش. و با تو زنگ زدنی بودم ولی کارم برآمد. خوابی خوش گفتنی بودم. احمق. ایستا فقط اون کاری که من فکر دارم باز نکنی. Oyşa dara kuşu Oyşa. Tu biram. Oyşa. Oyşa dara kuşu Oyşa. Oyşa dara kuşu. Oyşa. Hozir nara.
اویشه قربانت شوم این طور نکن خواهر جون. تو مگر نمیدونی من روی خاطری تو زندگی میکنم؟ اویشه یگان مدت به چشم آیشه ننمای خوب می شود. برای چی؟ چون که دخترها رو نمیفهمی تو. از پیشم دور شو. شرم میکند. تو رو دیده باز بسیارتر شرم میکند. خوب خیر شد فهمیدم تمام. چی شدنش یا نشدنش تماما مهم نیست. تنها به او وقت بده. به او کمتر وقت لازم است. مالش به خودت هم. آده تشکری زیاد. این چی احوال؟ شما تماما خوب نکردید؟ من خود را فریب میکنم. حسیاتی نسبت نسرین داشتم چشمانی مرا کور کرده است. آقا چی شد؟ باید با نسرین صحبت کنم. انتظار شدن خطاست. بعد میگویم. چی رو میگوید؟ او را دوست داشتنتون رو؟ نه، مراد شاید زنده بودنش را لبای حاضر می آیم. آقا با کجا؟ آقا لبای خاله جان. پسرم به خانه می آمدی؟ بخیر است خاله. بیا صحبت کنیم. میلش حاضر می آیم. میلش من انتظار. این رو هم بیپوش خنک نخوری. اوف مادر جان. چی شد مادر جان؟ کلان شده است. بوسیدن من محقول نیست. همین طور اینجا بیا. اوف اپا جان. آی مادر جان با باران همراه شده با او مونان شده ایستاده است. خیکش چیزی عادی. اکنون بیرم. آیشه چی طور است؟ چی طور می شد؟ تمام شب خوب نرفت تا سحر گریه کرد. یگان روحش را میابیم. چی می شده باشد مادر جان؟ از روزی سیبیل آمدن یگان روزی آرام نبود. اکنون چی می شود مادر جان؟ آمینه. مادر اپای سیبیل از آمدنشان خور شدم. خورسندی رو ندیدند.
акаи то ҳамаро хор мекунад. вале чӣ кор мекунӣ? акнун чӣ мешавад модарҷон? ором шавед. ман дина шаб бо абру маслиҳат кардам. ягон роҳашро меёбем. ман дигар ягон фикр надорам. дуруст кардем. абру зани боақл. хонаи абруро дуруст карда сибел ва оишаро ягон муддат ба он ҷо ҷо мекунем. дуруст мегӯед. рӯбарӯ шаванд ба ҳама зарар. оҳ кенда. интизор шавем, мебинем. ҳоло ист. шуб бахайр. субҳ бахайр янгаи абру. биё духтарам, биё. ман ба фират занг задам, ҳозир меояд. шишта масъалаи вай хонаро дида мебароем. худо, ман бояд ба кор равам. духтарам, аз баҳри ҳамин корат мегузаштӣ. ҳар рӯз ба антепа рафта меоӣ. қадрия хонум, дар бораи ин мо бо шумо гап зада будем. бале, гап зада будем духтарам. вале ба ту эҳтиёҷ дорем. ҳозир ин масъалаи хонаро кӣ ҳал мекунад? майлаш, ман барои имрӯз ҳам ҷавоб мегирам, вале ин тавр равад пеш мекунанд. ба фарзандонам гӯям маро интизор нашаванд. ин қадар дар фикри сибел ҳастанд. ба хайр аст, o'zgam чӣ гап аст? гапи модарамро шунидам. сибелро ба хонаи абру ҷо мекунанд. ин фикри кӣ будааст? ӯро бурда ба таки бинни акам ҷо мекарданд? ба гумонам ин фикри абруянга. бираванд, ба куҷое ки раванд бираванд. муҳимаш аз ин ҷо гум мешаванд. аз они ту омад. албатта шаб хобаш набурдааст. чӣ мегуфта бошад? хуш омадед ҷаноби оғуз, марҳамат. бо шумо суҳбат карданиям. майраш чаро не? дар берун суҳбат кунем. як масъалаи шахсӣ, бояд танҳо суҳбат кунем. ман рафта рӯймоламро баста оям. ҷаноби оғуз, ягон мушкиле аст? не янга, бо Насрин суҳбати хусусӣ доштаанд. бачаҳо, шумо равед, ман кор дорам. лабай имрӯз ба мактаб наравӣ мешавад? майлаш, як дақиқа интизор шав. мая, шумо равед. ту ба куҷо? шумо равед гуфтам. вале чаро? тавба. алло, ба ҳамон ҷо биё. майлаш, меоям. лаббай муаллима. гум шуда рафтӣ? гӯш кун, ҳамин тав рафтан гирад, аз синфат мемонӣ. агар ту муаллимаи ман бошӣ фарқ надорад. ду дарсӣ мегирам. имрӯз ба ту як чизи муҳим мегӯям. чӣ? биёӣ мегӯям. баъд аз мактаб вомехӯрем. хомӯш мекунам телефонро. изҳори ишқ мекунад. девона. апа, биёед равем. мехоҳам ташаккур гӯям оғуз. барои чӣ? яъне агар ту намешудӣ, нафасам мегирифт. дар хона аз як тараф модарам, аз дигар тараф акам. борон бошад, бо борон дигар гап зада намешавад.
او رو هیچ نمیفهمم. حالا جوان به فکری من فشار نار. ولی چیزی که نگویم گناه، چیزی که نپرسم خطا. چی کار کردم رو نمیدونم، خاموش گردم. آخر من مادرم. چی کار کنم نمیدونم. انیقترش با تو صحبت کردن به من فایده کرد. تو به من یگون چیز گفتن میخواستی؟ آنها را در یک جا داشتن درست نیست. درست فکر کردید خاله. من بعد از سوختار خانه را کمی تعمیر کرده بودم. در وقت خالی هم بسیار جای خانه را تعمیر کردم. درون خانه را تازه کرده یک دو چیز بری می شود. ای خدا به کاری ما کمک بکن. پروا نکنید قدری خانم. بسیار چیزها رو پس سر کردیم، این رو هم پس سر میکنیم. چی شد امینه؟ برو عصبم ویران است. مادر جان من میروم، بخوری دارم. من از دکتر میروم. قاسم به سری من آمده است، به انتیپا میرویم. رو ابروینگا از جهتی وی خانه بسیار فکر خوب کردید. یعنی برای همه ما همین طور بهتر می شود. تشکر ازلیم. طبابت تو چی طور رفته ایستاده است؟ همش خوب است؟ بسیار خوب، همش خوب. مثل که در فیلم ها روبرو ششته با هم صحبت دارید. به همه شما برای کار. مادر جان از من نرنجید. توبه. با نام خدا گم شو. و تو چند بار گفتم یا مرا بکش یا به حالم گذار. تو حالا ایست. اکنون همش آغاز می شود. خوش آمدی. با تو چی شد؟ هیچ چیز نه. گویا که چیز شده باشه. تنها خواستم که در برم باشی. وقتی که تو غمگین بودی با تمامی وجودم در برت بودم. تو هم با من باش. میخواهی؟ اگر نخواهی خیر میفهمم. اگر نخواهم در اینجا چیکار میکنم؟ تو بگو چیکار میکنی؟ شاید برای داد زدن اومده باشم. سفسطه. من نگفتم که سخنم با عقلانه است. بسیار بی عقلانه. ولی آروم میکنم. یک کس آموزانده بود. بسیار آسان. ولی سخت به دست نگیر. همینطور بد نه.
دستی تو چی نوشته شده است؟ با ایتالویه اصلا تسلیم نشم. به فکر من هم. تو با من معقولی میگوید. چه خیلی دختری ترسانچک هستی اویشه. درستش همینطور. آنها هم راحت میکنند. تو هم آنها را نگاه بین میکنی افیرت؟ البته همین خیل خاله جان. مادر جان اگر فهمند چیکار کنم دخترم؟ تا میتوانیم پنهان میکنیم چیزی که شود. چرا پنهان میکنیم؟ اویشه و سیبیل رو به خانه من جا میکنیم. چرا؟ پسرم اگر هر دویشان روبرو شوند مخصوصا اویشه احوالش بد میشود میدانی. سببگاری همه این امکم هستند. چرا آنها رو میرانیم من نمیفهمم. پسرم ما نمیرانیم. این راندن نبوده دیگر چیست آقا؟ آغوز تو با من چیزی گفتنی بودی؟ یگان واقعه شد؟ نه هیچ چیز نیه. ولی این طور نمی نماید. مایلش اگر گپ زدن نخواهی اختیارت. با من اجازت رفتنم لازم. نسرین نرو. با تو من گپ دارم. این را گفتن تماما آسان نیست. همین است راهی یافته شما. بیگناه و بیچاره را رانیم رود همین طور. باران چرا نمیفهمی؟ بله تقا راست میگویید نمیفهمم. عذاب این رو چرا اونها میکشند نمیفهمم. نباشد اون کس به من فهماند. باران آرام شو. چرا آرام شوم؟ چرا آرام شوم؟ در آخر سیبیل با خواهر کم عقلش می رود. با کجا؟ ابروی انگا یک خانه داشتند. در نزد خانه اکای فیرت با آنجا می روند. در مسئله جناب مراد یگان پیشروی هست چی شد؟ نه ولی آقا سردار جستجو رو از نو آغاز کرده. با اون سیف چی موندند؟ من اون چیز رو باید گیرم. کلید لازم. من با تو اینقدر میفهمونم ولی تو هیچ نمیفهمی. مادرم اون کس را راندن. با کجا رفتن؟ در کجا خواب میکنند هیچ کس نمیدوند. تو باشی تو حال کلید میگویی. با سینما رویم چیکار میکنیم؟
در خانه به این هم فیلم حقیقی رفته ایستاده است. سیبیل و نسرین رو تماشا کرده قریب سرم میکفید. معلمه گناه با من گناه نیست اوسیم. گناه عظیم نکنه. اوسیم راو زباید نمیره. من دیگر زیستن نمیخواهم. زندگی میکنه. زیستن خوب است ولی بسیار عذاب میکشم. دل کی داره عذاب میکشه. زیستن نمیخواهم. دیگر زیستن نمیخواهم اوسیم. زندگی میکند. من هم زیستن نمیخواستم. فقط گریه کردم ولی زنده موندم. زیستن زیبا است. خودکشی نکنید. اویشا اویشا آمینا رفته بین چی شد؟ نایلاش مادر جان شما آرام باشید. آمینا به نام خدا رفته بین. آیشا سرده اویشا باران در را کشو. اویشا تو چیکار میکنی؟ نمیدونم. مرا نمورد. اویشا باران در را کشو. اویشا باران در را کشو. اویشا بین اوسیم معلمه هم نمیرن میگوید. مایلش بروی من نگاه نکن. به همین هم نگاه نمیکنی. ولی نمور اویشا. باید شخصی میره ولی این تو نیستی. بعد چی دیدی که بمیری؟ تو همین درجه مرا ترک کرده رفتن میخواهی؟ یا میره و میگویی یا اینکه میمیرم. همین طور.
iltimos namuroyisha. iltimos kordro guzor. مانه زندگی کند. بیا خیز خیز. باران اما در سری زمین هستم. چنجی از پیسرم؟ در سری زمین هستم گفتم. بیایید امک. مایلش می آیم. آمینا؟ مادر جان خواطر نشوید، هیچ گپ نیست. باران در کجا؟ چی شد؟ باز میپرسید؟ حیاتم رو سوزاندید. باز چی گویم؟ باران دیوانگی نکن. چی خیل سوزاندم؟ باران آرام شو پسرم. چیکار میکنی؟ اگر آیشه رو فکر کنی پروا نکن. به خود میآید. هیچ چیز نبوده است. این مسئله دیر دوام کرد. آرام شدی؟ تمام شد؟ نه امک. امک حساب کردید؟ 13 یا 14؟ امک
در حیاتت شبه بدتر دیگر هیچ چیز نمیکشد. به هر قدمت اهمیت میدی، به کاری کردت نکردت حساب میکنی. 13 یا 14 در دستی تو هم سلاح از باران، چرا به پیشانه من نمیمانی؟ چون که حساب نکردم آمک 13 بود یا 14. سیزده بود یا 14. بهترین سالهای حیاتم در همین جا گذشته. در همین جا هم روزهای خوب را دیدم، هم بد را پس سر. همیشه به خانه به خاطر جمع آرام میرم. توجه عرش تقدیم میکند. نجوم مرا با اینها فروختی، حالا ایستبله. آنها از یگان جنایتکار نمیترسند. مرکز گوش میکنم. در وقتی در اومد شهر یک دوستش شد است. جدا شوی دشوار بود؟ بله خیلی دشوار بود. میبینم که گریه گلو گیرت میکند. آنها قانون را حمایه میکنند، بر ضد جنایتکاری مبارزه میبرند و محض آنهایی است که تحقیق کردیم. در حدود سفر بالای کوه حیات ما را به خطر میگرداند. اکنون دخترم درباره خودت هم فکر کن. یگان جوان خوب را یافته به او خانه دار شو. برای به شوهر برآمدنم حداقل باید عاشق شوم. عشق شیرین است. جان فدایی در راه عشق به نزدیکی. اما چیزی نمیشود، فهمیدین؟ چیزی نمیشود. حامیان قانون در سلسله فیلم نوی جان فدا. اگر نمرده باشد چی؟ هیچ کس کاردار نشود، نزدیک نشوید. شیر بچه هم همکش را کشتنی، ولی پیش از این همش را گپ میزنیم. عشق پاکی من چنان مستحکم است که همه دشواری ها را عبور میکند. به تو باز یک فرمایش دارم. ابر زیادتی است.